میگویند که عصر جدیدی در جمهوری اسلامی ایران در حال طلوع است. بعد از سالهای سخت و تیره به دلیل مشکلات اقتصادی، بعد از زیر پا گذاشتن حقوق بشر و بعد از سرشکستگی به خاطر مایه تمسخر بودن از طرف جامعه بین المللی، مردم ایران بالاخره محمود احمدی نژاد را بیرون انداخته و حسن روحانی را انتخاب کردند. میگویند که رئیس جمهور جدیدمان مذاکره را بر مقابله ترجیح می‌دهد. میگویند که روحانی سعی خودش را می‌کند تا یک مذاکره و توافق مسالمت‌آمیزی برای برنامه هسته‌ای ایران داشته باشد. هرچند که او مجبور است در داخل ایران با مسئولین کلیدی رژیم قبل و طرفداران طرح آماد که به مقام‌های برجسته در دولت ایران بازگشتند داد و ستد داشته باشد. 16 سال قبل مقام رهبری اجازه داد که محمد خاتمی به ریاست جمهوری ایران انتخاب شود. زمانی که خاتمی دنیا را در تب و تاب قولهای صلح و شکوفایی فریب داده بود، مقام رهبری پشت پرده در پی ساخت یک سلاح سری بود، نه برای حفظ جان مردم ایران، بلکه برای تضمین بقای رژیم خودش و دار و دسته حاکم. سلاحی که او می‌خواست بسازد بمب اتم بود و پروژه آن نامش طرح آماد بود. طرحی که با مدیریت افرادی مانند وزیر دفاع آن زمان شمخانی، معاونش سید علی حسینی تاش و همچنین محسن فخریزاده که خودستایی بی حد او تا زمانی که پدر بمب اتم ایران شناخته نشود ارضا نخواهد شد اداره می شد. محسن فخریزاده و طرح آماد پیشرفت فوق‌العاده‌ای کردند. ما از نقشه‌هایی که از عبدالقدیر خان و منابع دیگر به دست آوردیم استفاده کردیم و سلاح اورانیومی خودمان را طراحی نمودیم. در زمان آماد ما حتی برنامه داشتیم که سلاح پلوتونیومی بسازیم. طرح آماد تا آنجا پیشرفت کرد که ما می توانستیم سرجنگی هایی به ابعاد مختلف از جمله سیستم اصلی R265 و سیستم های R180 و R125 و نیز سیستم کوچک شده آزمایشی R&D را تست کنیم. امروزه برگشتن مجدد شمخانی و حسینی تاش به عنوان مقامات برجسته کشور احساس دوگانه‌ای در فخریزاده به وجود آورده است. از یک طرف به این رهبران قدیمی که ریاست آماد را قبلاً به عهده داشتند خوش آمد میگوید، ولی از طرف دیگر احساس می کند که جاه طلبی های بی حدش او را برای ابد محکوم کرده است. آیا روحانی واقعاً خواسته مردم را در نظر می گیرد و با فساد مخالفت می کند و یک بار دیگر امیدها و آرزوهای فخریزاده را نقش بر آب می کند؟ بعد از اینکه او به عنوان ریاست سپند در بهمن ماه 1389 منصوب شد، سازمانش را مثل قده سرطانی در سرتاسر تهران گسترده کرد. امروزه دیگر محل اولیه سپند در خیابان مژده برایش تنگ شده است. فخریزاده در حال توسعه زیربنای مخفی خود در مجتمع باتری سازی است. در یک ساختمان در خجیر، در محلی به نام مجتمع فلزات مرمر
و در یک ساختمان جدید به نام نور واقع در خیابان صنایع که دفتر مرکزی سپند به شمار می آید. در یک مجتمع جدید در ابوذر که بر روی سلاح پالس الکترومغناطیسی کار می کند. بر اساس آرمان‌های طرح آماد، مهندسین سپند مشغول توسعه سیستم تازه آزمایشی انرژی پالسی شدند. سیستمی قادر به آتش زدن از راه دور تا بتواند به وسیله آن دتوناتورهای EBW را همزمان و از فاصله چند کیلومتری آتش بزنند که یکی از عوامل اصلی برای آزمایش کردن سلاح هسته‌ای است. فخریزاده به دلیل فساد و سهلنگاری زیر بار فشار زیادی قرار دارد. او حتی به عنوان یک پدر زیر بار فشار زیادی است، چون سه پسرش راهنمایی‌ها و اندرزهای او را قبول ندارند. آنها باعث شرمندگی و خجالت او هستند. مثلا مهدی پسر ارشد او معمولاً بدهی‌های خود را نمی پردازد. بسیار تنبل است و طرز برخوردش با مردم بسیار زشت است. مهدی اصولاً به همه بی احترامی می کند. اخیراً این خطای او پاپیچش شد. چند وقت پیش او با شخصی سر پارکینگ گلاویز شد. آن شخص با کله خود محکم به صورت مهدی کوبید و او را روانه بیمارستان کرد. صورت شکسته مهدی باید به وسیله جراحی پلاستیک بازسازی می شد. اینطور که به نظر می آید مهدی واقعاً قادر به انجام هیچ کاری نمی باشد. مهدی، آیا همسرت زینب تو را واقعاً می شناسد؟ آیا فامیلت چه فکر خواهند کرد وقتی که پی ببرند که همسر و پدرشان یک فرد بزدل و ناتوان است که قدرتش را از بابا محسن می گیرد؟ ولی نگرانی‌های فخریزاده به همین جا ختم نمی شود. او همچنان نگران پسر وسطش حامد است. البته جای نگرانی زیادی هم هست. حامد در یک تصادف شدید اتومبیل که خودش مقصر اصلی بود، ماشینش چپه شد و همسر اولش سحر در این سانحه وحشتناک کشته شد. چون حامد به دستور پدرش نمیخواست به پدر و مادر سحر خونبها بپردازد، با پدر و مادرش به خواستگاری خواهر سحر رفت. پدر و مادر سحر به آنها جواب رد دادند و آنها را از منزل خود بیرون انداختند. حالا که حامد دوباره ازدواج کرده است، وانمود می کند که الگوی خوبی است برای همسر جدیدش مرجان و فامیلش. و اما پسر کوچک فخریزاده هانی است که بی اندازه بی ادب و تنبل است. بیشتر مواقع او با بی احترامی، توهین و بی اعتنایی با همکارانش رفتار می کند. او اغلب اصلاً سر کار نمی آید و دلیلش هم این است که مشغول فریفتن و گول زدن دخترهای جوان است. هانی دوست دارد که دوست دخترهایش را به باغ ییلاقی پدرش در آبسرد ببرد و سعی می کند که این حرکت وقیح را از همه پنهان نگه دارد. خوشگذرانی زیاد هانی سبب شد که نتواند با خواهر زینب همسر مهدی ازدواج کند. فخریزاده همچنان مشغول سرپوش گذاشتن روی حرکات وقیح پسرانش است و به آنها هیچ اعتمادی ندارد. او به همکار قدیمیش فریدون عباسی دوانی هم اصلاً اعتمادی ندارد.
زمانی که فخریزاده در پنهان مشغول انجام کارهای سری بود، عباسی به عنوان ریاست سابق سازمان انرژی اتمی ایران توجه همگان را به خودش جلب کرده بود. فخریزاده به هیچ وجه نمی‌خواست که دکتر فریدون عباسی به خاطر کارهای سری او اعتبار کسب کند و بدرخشد. راستی چگونه دکتر عباسی توانست که CD سری حاوی اطلاعات زیادی راجع به برنامه سلاح هسته‌ای ایران را به دست بیاورد؟ این تخلف امنیتی نتیجه بی‌دقتی عمل فخریزاده و سردسته گروه امنیتی او مصطفی سیری است. اگر این اطلاعات روی CD یک روزی آشکار شود، هم حقیقت در مورد برنامه سلاح هسته‌ای ایران لو می رود و همین که نشان می دهد که چقدر مقام رهبری حقیقت را می پیچاند و به وضوح دروغ می گوید. خاتمه برنامه هسته‌ای ایران به معنای خاتمه آرزوهای فخریزاده به عنوان پدر بمب هسته‌ای ایران خواهد بود و غرور او نمیتواند این را قبول کند. برای فخریزاده بدترین جنبه از دست دادن این CD سری به دکتر عباسی این است که محتوای این CD به تفصیل اختلافات شدید گروه‌ها را در داخل ایران در مورد عمل کردن و طرز رفتار با آژانس انرژی اتمی و جامعه بین المللی را نشان می‌دهد. فخریزاده و وزارت دفاع تا آنجایی که می‌توانند کار کردن روی سلاح هسته‌ای را انکار می‌کنند. ولی زمانی که دکتر فریدون عباسی ریاست سازمان را به عهده داشت، به همراه حمیدرضا عسکری دوست داشتند که اقرار کنند که در طرح آماد آنها روی سلاح هسته‌ای کار کردند. حالا با این CD و مدرک قاطعی که در دست دکتر عباسی است، استراتژی اشتباه فخریزاده و اربابانش در وزارت دفاع که انکار وجود برنامه هسته‌ای ایران بوده برای همیشه شکست خواهد خورد. البته دکتر فریدون عباسی برنامه‌های خودش را دارد. او توجه مردم را به تلاش‌های قبلی ایران برای ساخت بمب اتم جلب می‌کند که پوشش بدهد و پنهان کند کارهای خودش را روی راکتورهای هسته‌ای و تولید پلوتونیوم. مثل یک استاد ماهر که می‌داند چگونه رد پا گم کند، دکتر عباسی خودش را به عنوان یک مرد فامیل دوست به دخترش زها و پسرش مهدی نشان می‌دهد. او همزمان مشغول است به فریفتن بیوه‌های دکتر شهریاری و دکتر رضایی نژاد، دو دانشمند هسته‌ای که به خاطر کارهایشان روی بمب اتم ترور شدند. آیا فخریزاده از این رفتار شرم‌آور رقیبش فریدون عباسی به سود خود استفاده می‌کند که از او حق و سکوت بگیرد، یا اینکه خودش به اندازه کافی اسرار شرم‌آورانه دارد که نمی‌خواهد دیگران بدانند؟ فشار شدید روی همه اشخاصی که با برنامه سلاح هسته‌ای ایران سر و کار دارند رو به افزایش است. حالا همه منتظر هستند که ببینند چه چیزی اول در داخل منفجر می شود. آیا بمب هسته‌ای ساخت ایران است؟ و یا شغل یک دیوان سالار قدرت طلب که اجازه داده است که غرورش وجدانش را نابود کند؟